و یک سوال دیگر، امروز به همه معلوم که در قریب همه دولت‌های اروپایی یک قانون مهربانانه دارند برای ضبط کردن مال و پیش از آن که ضبط کنند قوه برق اول استفاده میکنند برای گرنگ کردن یا که برای کشتن چاروا و بعد از آن ضبط میکنند. اما در بعضی از این گونه کارخانه ها مسلمان ها کار میکنند و میگویند که ما وقتی که کارخانه را کارش را آغاز میکنیم با بسم الله آن همون تگمچه را پخش میکنیم، یعنی که تگمچه هم برق را پخش میکنند. اول با قوه برق میکشند و بعدا ضبط میکنند. این گونه مال، این گونه گوسفندها یا این چاروا حلال است یا حرام؟ من در یک نقطه سوال شما جواب میگویم. گفتید که مقصد مهربانانه، مثل آنها میگن مهربانانه. پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله تعالی وصف کرد که رحمت للعالمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی از جانب الله تعالی برای تمام عالم است، حتی برای چارودارها هم. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که در حق عالم هم که میراثخوری پیامبر است صلی الله علیه و سلم، تمام حتی مورچه ها در سوراخی هایش، ماهی ها در آب استغفار میپرسد. برای چی؟ برای اینکه واقعا پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی برای تمام عالم بودند. از جمله گفتند که و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وقتی که شما ذبح میکنید، چاروا را میکشید، چاروا را راحت کنانید. گفتند و ولیحد احدکم شفرته، یکی شما کاردش را تیز کند. گفتند ولیریح ذبیحته، ذبیحه خود را راحت کناند. این دلالت میکند که راحت ذبیحه در کارد تیز است. بنابراین با قوه برق کشتن حیوان نادرست است، برای اینکه خون نمیبراید، اون حرام است. با قوه برق زده کشتن حرام است، باید خون جاری شود. و بهترین راهی که چاروا ذبح کرده می شود این راهی بریدن گلو هست که با این واسطه خون با شدت میبراید و جان حیوان با آسانی میبراید و راحت میکند.